یه دینی که هزاران سال قدمت داره و بیشترمون فقط اسمش رو شنیدیم. چرا یهودی یکی از مرموزترین ادیان جهانه؟ توی این ویدیو قراره یه بار برای همیشه همه چیزو درباره دین یهود بدونیم. کتاب مقدسشون چیه؟ چه بخشایی داره؟ مراسم و دعاهاشون چیه؟ عیدا و جشناشون؟ ازدواج و باقی مراسم‌ها؟ تأثیرشون تو دنیای اقتصاد، تکنولوژی و بقیه موارد مهم در مورد این دین و یهودی‌ها رو براتون توضیح میدم. فصل اول یهودیت چیه و از کجا اومده؟ یهودیت یکی از قدیمی ترین ادیان جهانه و در واقع اولین دین ابراهیمی محسوب میشه. این دین قدمتی حدود بیش از 3000 سال داره و منشأش برمیگرده به قوم بنی اسرائیل که در منطقه خاورمیانه زندگی میکردن. نقطه شروع یهودیت رو میشه تو زندگی حضرت ابراهیم پیدا کرد. کسی که یهودیان، مسیحیان و مسلمان‌ها هر سه تا قبولش دارن و بهش میگن پدر ایمان. اما تفاوت یهودیت با بقیه ادیان تو چیه؟ برخلاف اسلام و مسیحیت که دینهای جهانی هستند و پیروانشون برای گسترش دینشون تبلیغ میکنن، یهودیت یه دین بسته محسوب میشه و خیلی به روی افراد جدید باز نیست. یعنی چی؟ یعنی برعکس بقیه ادیان که هر کسی میتونه با ایمان آوردن پیرو اون دین بشه، یهودی بودن بیشتر به نسب بستگی داره تا به ایمان. در واقع یهودی‌ها اعتقاد دارن که خداوند یه عهد خاص با قوم بنی اسرائیل بسته و اونها رو به عنوان قوم برگزیده انتخاب کرده. البته این برگزیده بودن به معنی برتری طلبی نیست، بلکه یهودی‌ها خودشون رو مسئول اجرای یه سری قوانین خاص الهی میدونن که توی تورات اومده. اما تفاوت اصلی یهودیت با اسلام و مسیحیت اینه که یهودیت مسیحی‌ها رو و مسلمان‌ها رو قبول داره، ولی نمیگه این ادیان نجات بخشن. مسیحیت میگه نجات از طریق ایمان به مسیحه، اسلام میگه با عمل به دستورات الهی اون دینه. ولی یهودیت فقط به اجرای قوانین یهودی اعتقاد داره. یهودیت به دنبال گسترش دینش نیست، برعکس اسلام و مسیحیت که تبلیغ و گسترش بخش مهمی از آموزه هاشه. داستان یهودیت با حضرت ابراهیم شروع میشه. اون توی یه دنیای زندگی میکرد که همه بت پرست بودن، اما ابراهیم اولین کسی بود که به یک خدا اعتقاد پیدا کرد. خدا بهش وعده داد که نسلش مثل ستاره‌های آسمون زیاد میشه و از نسلش یک قوم بزرگ به وجود میاد. این قوم بنی اسرائیل. اما یه نکته مهم این وسط هست. خدا به ابراهیم گفت که سرزمین موعود رو به فرزنداش میده. این سرزمین همون ارض مقدس که همون فلسطین امروزی محسوب میشه هست که بعدها به یکی از جنجالی ترین نقاط دنیا تبدیل شد. بعد از حضرت ابراهیم مهمترین شخصیت توی تاریخ یهودیت حضرت موسی است. داستان موسی یکی از پرماجراترین داستانهای تاریخ ادیانه. حالا یه خلاصه جذاب از داستانش براتون میگم. فرعون مصر خواب دید که یه پسر از بنی اسرائیل به دنیا میاد و حکومتش رو نابود میکنه. پس دستور داد همه پسرای تازه متولد شده رو بکشن. مادر موسی اون رو توی یه سبد گذاشت و روی رود نیل رها کرد. اون سبد رو کی پیدا کرد؟ دختر فرعون. و موسی توی قصر بزرگ شد. بعدم موسی فهمید که یه یهودی و وقتی دید یه مأمور مصری داره یه برده یهودی رو میزنه، اون مأمور رو کشت و فرار کرد. خدا توی کوه سینا به موسی وحی کرد و مأموریت داد که بره و بنی اسرائیل رو از مصر نجات بده. موسی پیش فرعون رفت و گفت بذار قوم من آزاد بشن، ولی فرعون قبول نکرد. بعد از 10 بلای عجیب که خدا بر سر مصر آورد، مثل تبدیل شدن رود نیل به خون، قورباغه‌هایی که کل شهر رو گرفتن و مرگ بچه‌های اول مصری‌ها، فرعون مجبور شد بنی اسرائیل رو آزاد کنه. وقتی بنی اسرائیل به دریا رسیدن، موسی با عصاش آب رو 2 نیم کرد و اونا تونستن عبور کنن، ولی ارتش فرعون غرق شد. بعد از خروج از مصر بنی اسرائیل 40 سال توی بیابونا سرگردون بودن تا بالاخره به سرزمین موعود برسن. توی همین دوران موسی به بالای کوه سینا رفت و از خداوند 10 فرمان را دریافت کرد که قوانین اصلی یهود هستند. فصل 2 کتابای مقدس یهودی‌ها. تورات چیه و چرا اینقدر مهمه؟ تورات کتاب مقدس یهودیاست و میشه گفت قدیمی ترین متن مذهبی توی ادیان ابراهیمی محسوب میشه. واژه تورات از کلمه عبری تورا گرفته شده که به معنی آموزه یا دستورالعمله. یهودی‌ها معتقدن که خدا این کتاب رو به حضرت موسی داد و شامل قوانین و داستان‌هایی در مورد بنی اسرائیل. تورات شامل 5 کتابه که به اسفار خمسه معروفه. سفر اول سفر پیدایش یا برشید درباره خلقت دنیا، آدم و حوا، نوح و کشتیش
زندگی ابراهیم و فرزنداش اسحاق و یعقوبه. اما بخش دوم سفر خروج یا شموته. داستان زندگی حضرت موسی، خروج بنی اسرائیل از مصر و دریافت 10 فرمانه. سفر لاویان سومین سفر یا وایکراس که شامل قوانین مذهبی و حکومت و احکام یهودیه. سفر چهارم سفر اعداد یا بمیدباره که داستان 40 سال سرگردانی بنی اسرائیل تو بیابوناست. و آخرین سفر تثنیه یا دواریمه که سخنان حضرت موسی قبل از مرگش و تاکید بر قوانین یهودی محسوب میشه. اما چرا تورات برای یهودی‌ها اینقدر مهمه؟ یک، هویت یهودی‌ها رو مشخص میکنه. تورات قوانین و داستانایی داره که نقش مهمی تو شکل‌گیری فرهنگ یهودی داره. اساس اعتقادات و احکام یهودی رو تشکیل میده. به این معنی که تمام قوانین دینی یهودیت از تورات نشأت گرفته. اما یه نکته مهم، توراتی که مسیحی‌ها بهش میگن عهد قدیم همون تورات یهودی‌ها نیست، چون مسیحی‌ها به این کتاب یه سری بخشای دیگه اضافه کردن که توی یهودیت وجود نداره. تلمود چیه و چرا جنجالیه؟ تلمود مهمترین کتاب بعد از تورات برای یهودی‌ها محسوب میشه، ولی خیلی‌ها اسمش هم نشنیدن. این کتاب یه جورایی توضیح و تفسیر توراته و شامل احکام دینی، فلسفه و حتی داستانه عجیبیه که بعضیش باعث جنجال شده. تلمود 2 بخش اصلی داره. بخش اول میشنا یا میشنه که سال 200 میلادی نوشته شده و مجموعی از قوانین و احکام یهودیه که توسط خاخام‌ها جمع‌آوری شده. بخش دوم گمارا که توضیحات و تفاسیر مختلف خاخام‌ها در مورد احکام تورات و میشنه محسوب میشه و سال 500 میلادی نگاشته شده. حالا چرا تلمود جنجالیه؟ حجم زیاد و محتوای خاص. تلمود یک کتاب مشتمل بر 63 دفتر و بیش از 6200 صفحه محسوب میشه که موضوعات مختلفی رو پوشش میده، از مسائل دینی گرفته تا حقوق، اخلاق و حتی پزشکی. 2. دیدگاه‌های مختلف خاخام‌ها. برخلاف تورات که یه متن یه پارچه محسوب میشه، تلمود شامل بحث‌های طولانی و حتی گاهی اختلاف نظر بین خاخام‌هاست. وجود داستان‌های عجیب. بعضی از بخش‌های تلمود شامل داستان‌هایی در مورد موجودات افسانه‌ای، پیش‌بینی‌های آخرالزمانی و حتی مسائلی مثل سحر و جادو هستند که باعث بحث‌های زیادی شده. یه نمونه داستان عجیب از تلمود. داستان گولم. یه خاخام یهودی تو قرون وسطا موجودی سفالی به اسم گولم ساخت که بهش جون داد و ازش برای محافظت از یهودی‌ها استفاده کرد. این داستان الهام بخش فیلم‌ها و داستان‌های زیادی شده. اما این داستان جزو اون داستان‌های عجیبه که بحث‌های زیادی در موردش میشه. چرا بعضیا به تلمود انتقاد دارن؟ 1. به دلیل تفاسیر خاصی که توش هست. بعضیا میگن این کتاب فقط برای یهودی‌ها نوشته شده و بقیه اقوام رو در نظر نمیگیره. 2. برخی قوانین تلمود با زندگی مدرن هماهنگ نیست و خیلی از یهودیای لیبرال خودشون هم دیگه بهش پایبند نیستن. 3. یهودیای ارتدوکس یا سنتی میگن تلمود باید مثل تورات محترم شمرده بشه، اما یهودیای اصلاح طلب بهش نگاه انتقادی دارن. کدوم داستانه یهودیت با بقیه ادیان مشترکه؟ چون یهودیت، اسلام و مسیحیت همشون ادیان ابراهیمی هستن، خیلی از داستاناشون مشترکه، اما تفاوت‌های مهمی هم دارن. داستان خلقت آدم و حوا. توی یهودیت، مسیحیت و اسلام خداوند آدم و حوا رو آفرید و اونا رو توی باغ عدن گذاشت. شیطان اونا رو وسوسه کرد و به خاطر نافرمانی از بهشت رانده شدن. اما تفاوت مهم، توی یهودیت شیطان یه فرشته سرکش نیست، بلکه بیشتر به عنوان یه مأمور آزمایش انسان‌ها در نظر گرفته میشه. داستان نوح و طوفان. خدا به نوح هشدار داد که قراره یه طوفان عظیم بیاد. پس بهش دستور داد یه کشتی بزرگ بسازه و از هر حیوان یه جفت داخلش ببره. تفاوت مهم، توی اسلام پسر نوح با کافران بود و غرق شد، ولی توی دیدگاه یهودی چنین چیزی وجود نداره. حضرت ابراهیم و قربانی کردن پسرش. خدا به حضرت ابراهیم گفت که پسرش رو قربانی کنه، ولی درست لحظه آخر قربانی رو با یه قوچ جایگزین کرد. اما تفاوت مهم چیه؟ توی یهود و مسیحیت اون پسر اسحاقه، ولی توی اسلام اسم اون پسر اسماعیله. حضرت موسی و 10 فرمان. موسی 10 فرمان رو روی کوه سینا از خدا دریافت کرد. توی اسلام
موسی یه پیامبر بزرگه، ولی توی یهودیت بنیانگذار اصلی دین محسوب میشه. مسیح و ظهور منجی. توی مسیحیت عیسی مسیح همون منجی موعوده، ولی توی یهودیت عیسی فقط یه معلم مذهبیه و هنوز منتظر ماشیحه. تفاوت مهمش چیه؟ یهودیت باور داره که منجی هنوز نیومده و قراره در آینده ظهور کنه تا یه حکومت عادل جهانی بسازه. اما جمع‌بندی: تورات کتاب مقدس یهودیایی که قوانین و داستان‌های بنی اسرائیل رو شامل میشه. تلمود یک کتاب بحث برانگیزه که تفسیرهای خاخام‌ها در مورد تورات و شامل قوانین، داستان‌های عجیب و حتی مباحث فلسفیه. یهودیت با اسلام و مسیحیت داستان‌های مشترکی داره، ولی برداشت‌های متفاوتی از اونا هم داره. فصل 3: یهودیت چجوری عمل میکنه؟ قوانین و باورها. چرا یهودی‌ها بعضی غذاها رو نمیخورن؟ اگه تا حالا دیدی یه یهودی غذاشو چک میکنه یا دنبال یه برچسب خاص روی محصولات میگرده، به خاطر قوانین کشروته. کشروت یه سری قوانین سختگیرانه در مورد غذاها و نحوه مصرفشونه که از تورات میاد. حالا کشروت چیه؟ کشروت یه سیستم حلال و حرام غذاییه توی دین یهود که تعیین میکنه چی میشه خورد و چی رو نمیشه خورد. غذایی که مطابق این قوانین باشه بهش میگن کشر و هر چی که نباشه تریفه. اما قوانین اصلی کشروت: گوشتای خاصی ممنوعه، مثل گوشت خوک، خرگوش، شتر و بیشتر حشرات. اینا همه حرومه. فقط حیوانهای مجازن که نشخوار کننده باشن و سم شکافته داشته باشن. این یعنی گاو، گوسفند و آهو مجازه، ولی شتر و خوک نه. گوشت و لبنیات نباید با هم خورده بشه. مثلا یه یهودی معتقده نباید همبرگر با پنیر بخوره. فقط ماهی هایی که فرس و باله دارن مجازن. پس میگو، خرچنگ و هشپا کاملا ممنوعه. ذبح شرعی: ذبح شرعی تو دین یهود اسمش شچیتاست، یعنی حیوانات باید به روش خاصی کشته بشن که کمترین درد رو داشته باشن. چرا یهودی‌ها این قوانین رو رعایت میکنن؟ اولین موضوع به دلیل اینکه حکم الهیه. توی تورات گفته شده که این قوانین باید رعایت بشن. دومین دلیل پاکی و نظمه. یهودی‌ها معتقدن که کشروت باعث سلامتی جسم و روح میشه. و سومیش هویت قومی مذهبی اوناست. این قوانین باعث میشه یهودی‌ها سبک زندگی خودشون رو حفظ کنن و از بقیه ممتاز بشن. یه نکته جالب: بعضی یهودی‌های سکولار این قوانین رو رعایت نمی‌کنن و همه چی می‌خورن، ولی یهودی‌های ارتدوکس خیلی بهش پایبندن و حتی آشپزخونه‌شون رو جدا می‌کنن که مواد لبنی و گوشتی قاطی نشه. شابات، شنبه مقدس، چیه و چرا یهودی‌ها اون روز هیچ کاری نمی‌کنن؟ شابات یا همون شنبه مقدس مهمترین روز هفته برای یهودیاست. این روز از جمعه غروب شروع میشه تا شنبه غروب ادامه داره. اما فلسفه شابات چیه؟ توی تورات نوشته که خدا بعد از 6 روز آفرینش روز هفتم استراحت کرد. یهودی‌ها هم برای یادآوری این روز و ایجاد تعادل بین کار و زندگی شنبه رو به عبادت و استراحت اختصاص میدن. اما چه کاری تو شابات ممنوعه؟ یهودیای ارتدوکس 39 نوع کار رو تو شابات انجام نمیدن. مثلا روشن کردن یا خاموش کردن آتیش و این جدیدتر حتی برق، رانندگی و استفاده از وسایل الکترونیکی، نوشتن یا حتی پاره کردن کاغذ، پخت و پز، غذا باید از قبل آماده شده باشه، حمل وسایل در اماکن عمومی و موارد دیگه. شابات چطوری برگزار میشه؟ 1. جمعه شب شام خانوادگی دارن و دعا میخونن. 2. شنبه صبح به کنیسه میرن و مراسم مذهبی برگزار میکنن. 3. بقیه روز و استراحت، مطالعه تورات یا وقت گذرانی با خانواده است. یه نکته جالب: بعضی یهودیای لیبرال قوانین شابات رو خیلی سخت نمیگیرن، ولی یهودیای ارتدوکس حتی اگه بخوان چراغ رو خاموش کنن باید از یه غیر یهودی بخوان که این کارو براشون انجام بده. یهودیای ارتدوکس، اصلاح طلب و سکولار چه فرقی با هم دارن؟ یهودیا همه یه جور فکر نمی‌کنن. بعضیا خیلی مذهبی‌ان، بعضیا اعتدالی‌ان و بعضیا اصلاً دین رو توی زندگیشون مهم نمی‌دونن. 1. یهودیای ارتدوکس، سنتگرا و سختگیر.
به شدت مذهبی هن و قوانین تورات و تلمود رو بدون تغییر رعایت میکنن. لباس خاص میپوشن. مردها معمولاً کلاه سیاه، کت بلند و ریش بلند دارن. زنها هم لباسهای پوشیده و روسری دارن. شابات رو خیلی جدی میگیرن و کشروت رو کاملا رعایت میکنن. فقط توی مدارس مذهبی درس میخونن و از فرهنگ‌های غیر یهودی دوری میکنن. بیشتر توی مناطق خاص زندگی میکنن. مثلا توی نیویورک در محله بروکلین یا توی اورشلیم در محله‌های مذهبی خاص خودشون زندگی میکنن. یهودیای اصلاح طلب، مذهبی ولی مدرن. بروزتر و انعطاف پذیرترن. همه قوانین رو سخت رعایت نمیکنن. با جوامع غیر یهودی تعامل دارن و خودشون رو جدا نمیکنن. ممکنه بعضی مراسم‌های مذهبی رو انجام ندن ولی همچنان به یهودی بودنشون افتخار میکنن. مثلا ممکنه شابات رو جشن بگیرن ولی بعضی کارهای ممنوعه رو هم انجام بدن. 3. یهودیای سکولار، یهودی ولی بیدین. بیشتر از نظر فرهنگی یهودی هن، نه مذهبی. ممکنه تورات رو بخونن ولی بهش به عنوان یه متن تاریخی نگاه میکنن. قوانین مذهبی مثل کشروت و شابات رو رعایت نمیکنن. ممکنه توی اسرائیل زندگی کنن و خودشون رو یهودی بدونن ولی هیچ مراسم مذهبی رو انجام نمیدن. یه نکته جالب، یهودیای ارتدوکس معتقدن که یهودیای اصلاح طلب و سکولار دارن هویت یهودی رو نابود میکنن ولی اصلاح طلبا میگن باید با زمانه جلو رفت و قوانین رو تطبیق داد. جمع‌بندی: یهودی‌ها به خاطر قوانین کشروت بعضی غذاها رو نمیخورن مثل خوک و میگو. شابات که همون شنبه روز مقدس یهودیاست و نباید توش کار کنن. یهودی‌ها به چند دسته تقسیم میشن: ارتدوکس ها که سختگیر و سنتی هن، اصلاح طلب ها که مدرن و منعطفن و سکولار ها که بیدین ولی یهودی از نظر فرهنگی هن. حالا تو نظرت چیه؟ فکر میکنی قوانین غذایی و شابات منطقی هن یا خیلی سختگیرانه به نظر میرسن؟ فصل 4: یهودی‌ها توی دنیا چجوری زندگی میکنن؟ چرا یهودی‌ها همیشه یه جامعه بسته دارن؟ وقتی حرف از یهودی‌ها میشه همیشه یه چیزی که خیلی به چشم میاد اینه که اونا معمولا یه جامعه بسته و خودمختار دارن و خیلی کم با بقیه قاطی میشن. این موضوع توی خیلی از کشورها و حتی در طول تاریخ دیده میشه. اما چرا؟ دلایل اصلی بسته بودن جامعه یهودی مواردی مثل موارد زیره. 1. تبعیض و آزار تاریخی. یهودی‌ها هزاران ساله که در کشورهای مختلف تحت تبعیض، حمله و حتی کشتار قرار گرفتن. از قرون وسطا توی اروپا تا دوران نازی همیشه بهشون به چشم یک گروه بیگانه و خطرناک نگاه شد. برای همین مجبور بودن که خودشون رو حفظ کنن و گروه‌های بسته تشکیل بدن. یه مثال تاریخی: تو قرون وسطا یهودی‌ها اجازه نداشتن تو محله‌های معمولی زندگی کنند و باید در محله‌های خاصی به نام گتو ساکن می‌شدن. در زمان هیتلر یهودی‌ها رو از جوامع عادی حذف کردند و به کمپ‌های کار اجباری فرستادن. 2. قوانین مذهبی سختگیرانه. یهودیای مذهبی قوانین خاصی دارن که باعث میشه سبک زندگیشون با بقیه مردم فرق کنه. مثل کشروت که قوانین غذایی، شابات و ازدواج درونگروهی. ازدواج درونگروهی به این معنیه که یهودیای ارتدوکس فقط با همدینای خودشون ازدواج میکنن. به خاطر همین یهودی‌ها معمولاً توی محله‌های خاص خودشون زندگی میکنن، مدرسه‌های خاص خودشون رو دارن و توی محیط‌های بسته خودشون کار میکنن. 3. حفظ هویت و فرهنگ. یهودی‌ها یه جامعه قدیمی با سنت‌های خاص خودشون هستن. اگه بخوان کاملا با بقیه قاطی بشن ممکنه فرهنگ و هویت یهودیشون از بین بره. برای همین سعی میکنن که خودشون رو از بقیه جدا نگه دارن و سنت‌هاشون رو حفظ کنن. مثال مدرن: محله‌های یهودی نشین نیویورک مثل بروکلین که هنوزم قوانین خودشون رو دارن. یهودیای اسرائیل که یه جامعه مستقل تشکیل دادن و از بقیه کشورهای اطراف جدا موندن. اما یه نکته جالب: برخلاف چیزی که خیلی‌ها فکر میکنن همه یهودی‌ها بسته نیستن. یهودیای سکولار و اصلاح طلب کاملا با جوامع مختلف ارتباط دارن و حتی با غیر یهودی‌ها ازدواج میکنن. ولی یهودیای ارتدوکس و سنتی هنوز جوامع خاص خودشونو دارن.
یهودی‌ها در ایران چرا کمتر دیده میشن؟ یهودی ایران کجا هستن؟ یهودی ایران قدمت 2500 ساله دارن و از زمان امپراتوری هخامنشی توی ایران زندگی میکردن. بعد از سقوط اورشلیم توسط بختالنصر، گروهی از یهودیان به ایران مهاجرت کردند و از همون موقع اینجا موندن. باید یادآوری کنم مهمترین بخش اونها با توجه به مستندات تاریخی در منطقه جی اصفهان وارد شده و ساکن شدن. اما چرا یهودی‌ها تو ایران کمتر دیده میشن؟ یهودی ایران در گذشته حدود 100,000 نفر بودند، ولی بعد از انقلاب و مهاجرت‌های گسترده به کمتر از 10,000 نفر رسیدن که اکثرشون به آمریکا، اسرائیل و اروپا رفتن. دومین موضوع زندگی تو محله‌های خاصه. اکثر یهودیای ایران توی تهران، شیراز و اصفهان زندگی میکنن و محله‌های مخصوص خودشونو دارن. برای همین در سطح جامعه خیلی کمتر دیده میشن. محدودیت‌های مذهبی و اجتماعی. یهودیای ایران آزادی مذهبی دارن، ولی محدودیت‌هایی هم هست. مثلا نمیتونن در پست‌های دولتی مهم باشن. تبلیغ دینشون ممنوعه. به خاطر حساسیت‌های سیاسی خیلی ازشون شنیده نمیشه. زندگی آرام و دور از حاشیه. خیلی از یهودیای ایران دوست دارن زندگی آروم و بدون دردسری داشته باشن و برای همین زیاد توی جامعه ظاهر نمیشن یا درگیر مسائل سیاسی نمیشن. یه نکته جالب، یهودیای ایران تنها جامعه یهودی در خاورمیانه هستند که بعد از تشکیل اسرائیل همچنان در یک کشور اسلامی زندگی میکنن. این در حالی که تقریبا همه یهودیای کشورهای عربی مهاجرت کردند. نقش یهودی‌ها در سیاست و اقتصاد چقدره؟ یهودی‌ها همیشه به عنوان یک گروه با نفوذ توی اقتصاد و سیاست جهانی شناخته میشن و این موضوع حقیقت داره. نقش یهودی‌ها در اقتصاد: تسلط بر بانکداری و امور مالی. یهودی‌ها تو قرون وسطا که مسیحی‌ها اجازه فعالیت بانکی نداشتن، نظام بانکداری اروپا رو راه انداختن. برای همین هنوز هم توی دنیای مدرن توی این صنعت قوی هستن. مثالای معروف: خاندان روتشیلد که یکی از قدرتمندترین خانواده‌های بانکی دنیا محسوب میشه، یهودیان. گلدمن ساکس، جی پی مورگان و فدرال رزرو شرکت‌های مالی بزرگن که یهودی‌ها توشون تأثیر زیادی دارن. دو، هالیوود و رسانه. بیشتر کمپانی‌های بزرگ فیلمسازی و رسانه‌های بزرگ دنیا یا توسط یهودی‌ها ساخته شدن یا تحت نفوذشون هستن. برای مثال میشه به کمپانی برادران وارنر تأسیس شده توسط یهودیای مهاجر، نتفلیکس، دیزنی، فاکس که یهودی‌ها توی مدیریت این شرکت‌ها تأثیر دارن و رسانه‌ها و خبرگزاری‌های بزرگی مثل آسوشیتد پرس، رویترز که توسط یهودی‌ها تأسیس و اداره میشه. 3. شرکت‌های فناوری. خیلی از میلیاردرهای دنیای تکنولوژی یهودی‌اند. برای مثال مارک زاکربرگ مؤسس فیسبوک، سرگئی برین گوگل و خیلیای دیگه. نقش یهودی‌ها در سیاست. یهودی‌ها در سیاست آمریکا و اروپا نفوذ دارن، ولی توی این موضوع اغراق هم شده. نفوذ در سیاست آمریکا. یهودی‌ها کمتر از 2% جمعیت آمریکا رو تشکیل میدن، ولی توی سیاست خیلی فعالن. گروه‌های لابی یهودی مثل ایپک سیاست آمریکا رو به سمت حمایت از اسرائیل هدایت میکنن. سیاستمدارای یهودی معروف مثل هنری کیسینجر، برنی سندرز و آنتونی بلینکن بسیار معروفن. 2. نفوذ تو سیاست اروپا. یهودی‌ها تو کشورهای مثل فرانسه، انگلستان و آلمان نفوذ دارن، ولی تأثیرشون از آمریکا کمتره. اما جمع‌بندی این فصل: یهودی‌ها به دلایل تاریخی، مذهبی و فرهنگی یه جامعه بسته دارن. یهودیای ایران به خاطر جمعیت کم، مهاجرت و مسائل سیاسی کمتر دیده میشن. یهودی‌ها در اقتصاد، بانکداری، رسانه و فناوری تأثیر زیادی دارن، ولی نفوذشون در سیاست همیشه بحث برانگیز بوده. نظر شما چیه؟ به نظرت یهودی‌ها واقعا یه جامعه بستن یا دنیا اونا رو مجبور کرده اینطور باشن؟ فصل 5: مهمترین جشن‌ها و مراسم‌های یهودی‌ها. هانوکا چیه و چرا بهش میگن جشن نور؟ یهودی‌ها یکی از طولانی‌ترین تاریخ‌های مذهبی رو دارن و کلی جشن و روز مقدس دارن. اما هانوکا که بهش جشن نور هم میگن یکی از خاص‌ترین و جذاب‌ترین جشناشون محسوب میشه. حالا چرا؟
داستان هانوکا یه معجزه واقعی. ماجرا برمیگرده به حدود 2200 سال پیش، زمانی که اسرائیل تحت کنترل امپراتوری یونان بود. یونانی‌ها میخواستن که یهودی‌ها رو مجبور کنن دینشون رو کنار بذارن و خدایان یونانی رو بپرستن. اما یهودی‌ها قبول نکردن و یه شورش بزرگ را انداختن. قهرمان داستان: گروهی از مبارزای یهودی به نام مکابیان که علیه ارتش یونانی جنگیدند و بعد از یه مدت طولانی معبد مقدس یهودیان که همون بیت المقدس رو پس گرفتن. اما وقتی رفتن داخل معبد دیدن که روغن مقدسی که برای روشن نگه داشتن شمعدان‌های معبد منورا استفاده میشد فقط برای یه روز کافیه و حالا مشکل اینجا بود که درست کردن اون روغن جدید 8 روز طول میکشید. اینجا یه معجزه اتفاق افتاد. همون مقدار کم روغن 8 روز کامل روشن موند تا یهودی‌ها تونستن روغن جدید رو تهیه کنن. به خاطر همین اتفاق به عنوان یه معجزه شناخته میشه و از اون زمان هر سال هانوکا رو جشن میگیرن. اما چرا بهش جشن نور میگن؟ به احترام اون معجزه یهودی‌ها هر شب یک شمع از شمعدان 9 شاخه‌ای هانوکیه رو روشن میکنن تا اینکه در شب 8م همه شمع‌ها روشن بشه. این جشن نماد پیروزی نور بر تاریکی و ایمان بر ظلمته. مردم توی این جشن کلی چراغ و نور توی خونه‌ها و خیابونا روشن میکنن. اما رسمای جالب هانوکا: بازی درایدل، یه بازی با یه فرفره مخصوصه که روش حروف عبری نوشته شده. خوردن غذاهای سرخ شده مثل پیراشکی یهودی و پنکیک های سیب زمینی لاتکس که نماد روغن مقدسن. دادن هدیه، مخصوصا به بچه‌ها سکه های شکلاتی به اسم گلت میدن. روش هشانا و یام کیپور مهمترین روزهای یهودی هست. این دوتا روز از مقدسترین روزهای یهودیا محسوب میشه و کل یهودیای دنیا اونها رو جشن میگیرن، حتی اونایی که خیلی مذهبی نیستن. یک، روش هشانا، سال نو یهودی. این روز سال نو عبری محسوب میشه و یه روز فوق‌العاده مقدسه که شروع یه دوره جدید تو زندگی یهودیا محسوب میشه. مبنای آغاز شمارش تقویم عبری آفرینش حضرت آدمه. مراسم و رسم‌های روش هشانا: دمیدن در شوفار که یه ساز شبیه شیپوری که از شاخ قوچ ساخته شده و نماد بیداری روح و شروع تازه است. خوردن سیب و عسل که نماد شیرین بودن سال جدیده. رفتن به کنیسه: یهودی‌ها برای دعا و طلب بخشش میرن کنیسه و عبادت میکنن. دو، یوم کیپور، روز بخشش و آمرزش گناهان. یوم کیپور مقدسترین روز یهودیان و روزیه که گناهان سال گذشتهشون بخشیده میشه. توی این روز یهودی‌ها باید روزه بگیرن و عبادت کنن. اما چرا اینقدر مهمه؟ یهودی‌ها اعتقاد دارن که در یوم کیپور خدا سرنوشت سال آینده آدم‌ها رو تعیین میکنه. اما رسم‌های یوم کیپور: روزه کامل یک روزه، نه آب، نه غذا و نه حتی مسواک زدن. پوشیدن لباس سفید که نشونه پاکی و شروع دوباره است. طلب بخشش از بقیه، یعنی باید از هر کسی که ناراحتش کردی عذرخواهی کنی. جالبه بدونی که تو اسرائیل روز یوم کیپور همه چیز تعطیله. نه ماشین تو خیابوناست، نه تلویزیون پخش میشه و نه هواپیمایی بلند میشه. عید پسح، خروج از مصر و داستان موسی. داستان پسح یکی از معروفترین داستانهای یهودیه. ماجرا چیه؟ ماجرای پسح یکی از جذابترین داستانهای یهودی است که توی فیلم‌های معروف مثل 10 فرمان هم اومده. ماجرا از این قراره که یهودی‌ها حدود 3000 سال پیش برده‌های فرعون محسوب می‌شدن و زندگی خیلی سختی داشتن. خدا به موسی دستور میده که قومش رو از مصر خارج کنه. اما فرعون قبول نمیکنه. پس خدا 10 بلای ترسناک به مصر نازل میکنه تا فرعون مجبور بشه اونا رو آزاد کنه. اما 10 بلای ترسناک کدوما بودن؟ 1، تبدیل شدن آب نیل به خون. 2، حمله قورباغه‌ها به شهر. 3، حشرات و پشه‌های مرگبار. 4، هجوم مگس‌ها. 5، مرگ دام‌ها. 6، جوش‌های پوستی روی بدن مصری‌ها. 7، تگرگ‌های ویرانگر. 8، حمله ملخ‌ها به مزارع
نهمیش 3 روز تاریکی مطلق و دهمیش مرگ پسران اول مصری ها. آخر این موضوع چی شد؟ فرعون بالاخره قبول میکنه و موسی یهودیا رو از مصر بیرون میبره، اما موقع رد شدن از دریای سرخ البته بعضیها رود نیل گفتن. ارتش فرعون دنبالشون میاد. خدا یه معجزه دیگه اینجا نشون میده. دریا 2 نیم میشه و یهودیا رد میشن. وقتی مصری ها میان وسط دریا، آبها دوباره بسته میشن و همه غرق میشن. اما چرا بهش میگن عید پسح؟ کلمه پسح یعنی عبور کردن که اشاره داره به عبور یهودیان از دریای سرخ و آزادی از بردگی. اما رسم‌های عید پسح: خوردن ماتزا، همون نان فطیر، چون یهودیا توی فرار از مصر وقت نکردن خمیر نونشون بر بیاد، هنوزم نون بدون خمیر مایه میخورن. خوندن داستان خروج از مصر. توی مراسم صدر پسح خانواده ها دور هم جمع میشن و داستان موسی رو میخونن. خوردن غذاهای خاص مثل سبزیهای تلخ که نماد سختی‌های دوران بردگیه. جالبه بدونی که عید پسح یکی از مهمترین جشن‌های یهودی‌ها محسوب میشه و حتی یهودیایی که خیلی هم مذهبی نیستن این عید رو جشن میگیرن. و جالبه این که زمان این عید با نوروز باستانی ایران خیلی نزدیکه و برای کلیمیای ایران با شکوه برگزار میشه. اما جمع‌بندی: هنوکا جشن نوره که یادآور یه معجزه قدیمیه. روش هاشانا و یوم کیپور مهمترین روزهای مذهبی یهود محسوب میشه. عید پسح جشن آزادی یهودی‌ها از بردگی فرعون و یه داستان حماسیه. کدوم یکی از این جشن‌ها براتون جالب بود؟ برام بنویسید. فصل 6: یهودیت و بقیه ادیان. چرا یهودی‌ها دنبال تبلیغ دینشون نیستن؟ برعکس مسیحیت و اسلام که فعالانه تبلیغ دینشون رو انجام میدن، یهودیت تقریبا هیچ علاقه‌ای به این کار نداره. حتی اگه کسی بخواد یهودی بشه معمولاً 3 بار بهش میگن که بیخیال شو، خیلی سخت میشه برات. اما چرا؟ یهودیت یک دین قومی و نژادیه، نه یه دین جهانی. یهودی‌ها برخلاف مسیحی‌ها و مسلمان‌ها دین خودشون رو برای همه مردم نمیدونن. توی یهودیت خدا با یه قوم خاص که همون بنی اسرائیل عهد بسته و از اون موقع دین یهود بیشتر یه هویت ملی مذهبی شده تا یه دین جهانی. توی اسلام و مسیحیت هر کس میتونه دین رو قبول کنه و بخشی از اون جامعه بشه. اما توی یهودیت یهودی بودن بیشتر بر اساس تولد تعیین میشه، یعنی اگه مادرت یهودی باشه تو هم یهودی محسوب میشی. 2. یهودیت نجات رو فقط برای خودش نمیدونه. توی اسلام و مسیحیت معمولا گفته میشه فقط اگه به این دین ایمان داشته باشی نجات پیدا میکنی. اما توی یهودیت چنین چیزی وجود نداره. یهودی‌ها باور دارن که آدم‌ها حتی غیر یهودی‌ها میتونن با انجام کارهای خوب نجات پیدا کنن و لازم نیست که حتما یهودی بشن. اگه یه غیر یهودی به 7 قانون نوح پایبند باشه، از نظر دین یهود یه آدم درست حسابی و نجات یافته محسوب میشه. 3. یهودی شدن کار خیلی سختیه. اگه کسی بخواد یهودی بشه باید یه فرایند خیلی سخت و طولانی رو بگذرونه. مثلا کلی مطالعه در مورد تورات و قوانین یهود داشته باشه. زندگی به سبک یهودیان ارتدوکس رو قبول کنه. بعد قبول شدن توی آزمون‌های دینی هست، ختنه شدن برای مرد هاست و غسل مخصوص در آب. به همین دلیله که یهودی‌ها معمولا از کسی که میخواد یهودی بشه چندین بار میپرسن مطمئنی؟ آخرالزمان در یهودیت چطوریه؟ توی دین یهود اعتقاد به آخرالزمان وجود داره، ولی با چیزایی که توی اسلام و مسیحیت میشنویم خیلی متفاوته. 1. مسیحای یهود. یهودی‌ها منتظر یه پادشاه از نسل داوودن که یه روزی میاد و دنیا رو پر از عدالت و صلح میکنه. این شخص رو بهش میگن ماشیح که توی مسیحیت بهش مسیح میگن. تفاوتش با مسیحیت اینه که توی یهودی‌ها باور ندارن که عیسی همون ماشیحه. وقتی ماشیح بیاد همه یهودی‌ها رو جمع میکنه و به سرزمین اسرائیل برمیگردونه. صلح جهانی برقرار میشه، دنیا پر از عدالت و معنویت میشه، یه معبد جدید توی اورشلیم ساخته میشه. 2. مردگان زنده میشن.
یهودی‌ها باور دارن که در آخرالزمان مردگان زنده میشن و دوباره زندگی میکنن. این ایده توی اسلام و مسیحیت هم هست، ولی توی یهودیت یکم با جزئیات کمتر. 3 شیطان وجود نداره. تو دین یهود شیطان یه موجود قدرتمند مثل اعتقاد اسلام یا مسیحیت نیست. اونا باور دارن که خدا هم خیر و هم شر رو کنترل میکنه. پس یهودیا به جنگ آخرالزمانی بین خدا و شیطان اعتقادی ندارن. 4 بهشت و جهنم چجوریه؟ توی یهودیت بهشت و جهنم خیلی مثل اسلام و مسیحیت نیست. یه چیزی مثل برزخ وجود داره که روح‌ها باید مدتی اونجا بمونن و پاک بشن. جهنم تو دین یهود موقتیه، یعنی بعد از یه مدتی آدم‌های گناهکار هم بخشیده میشن، از اونجا میان بیرون. جمع‌بندی: یهودیت تبلیغ نمیکنه چون یه دین قومی و ارثیه، نه یه دین جهانی. یهودی‌ها فکر نمیکنن که فقط خودشون نجات پیدا میکنن، به همین خاطر کسی رو مجبور نمیکنن یهودی بشه. یهودی‌ها منتظر یه ماشیح هستن که صلح جهانی رو بیاره. بهشت و جهنم توی یهودیت شبیه یه دوره گذراست، نه یه چیز ابدی. حالا برام بنویس کدوم بخش برات جالب تر و فکر میکنی اگه این اعتقادات رو جای دیگه میشنیدی تعجب نمیکردی؟ فصل 7: رازهای پنهان یهودیت، افسانه یا واقعیت. آیا فراماسونری ربطی به یهودیت داره؟ این سوال یکی از پرطرفدارترین و جنجالی‌ترین بحث‌ها توی دنیای تئوری توطئه هاست. خیلی‌ها میگن که فراماسونری یه جریان مخفی یهودیه که دنیا رو کنترل میکنه، ولی آیا واقعا اینطوریه؟ اول از همه فراماسونری چیه؟ فراماسونری یه سازمان مخفی یا نیمه مخفی با ریشه‌های تاریخی توی قرون وسطاست. این گروه توی اروپا شکل گرفت و اولش بیشتر یه انجمن صنفی برای سنگ‌تراشا بود که کم کم به یه تشکیلات فلسفی و اجتماعی تبدیل شد. این گروه اعتقادی به دین خاصی ندارن، ولی اکثر اعضای اولیه اون مسیحی بودن. توی جلساتشون از سمبول‌های عجیب مثل چشم جهانبین، پرگار و گونیا استفاده میکنن که باعث شده کلی تئوری توطئه درباره‌شون ساخته بشه. فراماسونری یه سازمان بین‌المللی با شاخه‌های مختلفی که معمولاً اعضای قدرتمند و با نفوذی دارن. پس یهودی‌ها چطور بهش ربط داده شدن؟ یهودی‌ها توی تاریخ اروپا همیشه اقلیت بودن و چون معمولاً توی تجارت و امور مالی موفق بودن، همیشه مورد حسادت و سوءظن قرار می‌گرفتن. از قرن 18 به بعد یه سری تئوری مطرح شد که میگفت فراماسونری در اصل یه پوشش برای یهودیاست که میخوان دنیا رو تسخیر کنن. ولی واقعیت اینه که توی قرن‌های اولیه ورود یهودی‌ها به فراماسونری ممنوع. تازه از قرن 19 کم کم بعضی یهودی‌ها تونستن به این سازمان بپیوندن. ولی هیچ مدرکی وجود نداره که یهودی‌ها کنترل این گروه در دست دارن. نتیجه: توطئه یا واقعیت؟ فراماسونری ربط مستقیمی به یهودیت نداره، ولی چون یه گروه مخفی و قدرتمنده، همیشه باهاش کلی داستان ساخته شده. یهودی‌ها یه اقلیت بودن که توی طول تاریخ زیاد قربانی تئوری‌های توطئه شدن. داستان صهیونیسم و یهودیت یکی هستن یا جدا؟ خیلی فکر میکنن که صهیونیسم مساوی یهودیته، ولی این دوتا با هم فرق دارن. یهودیت یه دینه، ولی صهیونیسم یه جنبش سیاسیه. صهیونیسم چیه؟ صهیونیسم یه جنبش سیاسی و ملی گرایانه است که توی قرن 19 میلادی شکل گرفت و هدفش این بود که یک کشور مستقل برای یهودی‌ها در سرزمین مقدس که فلسطین بسازه. این جنبش توسط یک گروه از یهودیای اروپا که از آزار و تبعیض خسته شده بودن ایجاد شد. پس فرقش با یهودیت چیه؟ یهودیت یه دین با قدمت هزاران ساله است که ربطی به سیاست نداره. اما صهیونیسم یه ایدئولوژی سیاسیه که تازه حدود 150 سال پیش ایجاد شده. آیا همه یهودی‌ها صهیونیستن؟ همه یهودی‌ها صهیونیست نیستن. بعضی یهودی‌ها مخصوصا یهودیای ارتدوکس مخالف صهیونیسمن، چون اعتقاد دارن که فقط ماشیح حق داره یهودی‌ها رو به سرزمین مقدس برگردونه، نه یه جنبش سیاسی. پس یهودیت و صهیونیسم دو چیز جدا هستن، ولی چون توی اسرائیل به هم گره خوردن، خیلی‌ها فکر میکنن که یکی هن. چرا در مورد یهودیت اینقدر تئوری توطئه وجود داره؟
یهودی‌ها یکی از پرماجراترین اقلیت‌های تاریخن و هزاران ساله که با کلی مشکلات، تبعیض و آزار روبرو شدن. اما چرا همیشه درباره‌شون این همه تئوری توطئه ساخته میشه؟ یک، اقلیت مرموز بودن همیشه شک برانگیزه. یهودی‌ها همیشه یه اقلیت کوچیک بودن که توی کشورهای مختلف زندگی میکردن ولی فرهنگ و دین خودشون رو حفظ میکردن. وقتی یه گروه کوچیک و بسته بمونی معمولا بقیه فکر میکنن که حتما یه نقشه‌ای دارن. مثلا توی اروپا یهودی‌ها همیشه توی محله‌های خودشون زندگی میکردن و قوانین خاص خودشون رو داشتن که باعث میشد مردم فکر کنن یه چیزی رو دارن قایم میکنن. دو، نقش یهودی‌ها توی اقتصاد بانکداری. یهودی‌ها توی طول تاریخ معمولا توی تجارت و امور مالی قوی بودن، چون توی خیلی از کشورهای اروپایی اجازه نداشتن که زمین داشته باشن یا شغلای دیگه ای داشته باشن. از اونجایی که وام دادن با بهره برای مسیحی‌ها ممنوع بود، یهودی‌ها توی بانکداری وارد شدن و بعضیاشون خیلی ثروتمند شدن. این باعث شد که کلی تئوری ساخته بشه که یهودی‌ها اقتصاد دنیا رو کنترل میکنن. ولی حقیقت اینه که توی اقتصاد بانکداری ملیت‌های دیگه‌ای هم خیلی قدرتمند بودن ولی فقط یهودی‌ها به خاطرش متهم شدن. سه، کتاب‌های جعلی و تئوری‌های فیک. یکی از معروف‌ترین تئوری‌های توطئه در مورد یهودی‌ها پروتکل‌های دانشوران صهیونیسم. این کتاب یه جعل تاریخی بود که توی قرن 19 توی روسیه نوشته شد که ادعا میکرد که یهودی‌ها یه نقشه مخفی دارن که کل دنیا رو کنترل کنن. ولی امروزه ثابت شده که این کتاب یه دروغ و جعل کامل بوده ولی خیلی‌ها هنوز باورش دارن. چهار، هولوکاست و تاریخ سیاه یهودی ستیزی. توی جنگ جهانی دوم نازی‌ها میلیون‌ها یهودی رو قتل عام کردن. ولی بعد از اون بعضی‌ها شروع کردن به گفتن اینکه هولوکاست دروغ بوده و یهودی‌ها دارن ازش سوء استفاده میکنن. این دیدگاه باعث شد که بعضیا فکر کنن که یهودی‌ها همیشه دنبال مظلوم نمایی هستند و در واقع پشت پرده دنیا رو کنترل میکنن. اما نتیجه گیری نهایی، فراماسونری یه گروه مخفی جهانیه ولی احتمالش کمه که یهودی‌ها کنترلش کنن. صهیونیسم و یهودیت یکی نیست. یهودیت یه دینه ولی صهیونیسم یه ایدئولوژی سیاسیه. یهودی‌ها توی تاریخ همیشه مورد تبعیض بودن و همین امر باعث شده که کلی تئوری توطئه درباره‌شون ساخته بشه. خیلی از این تئوری‌ها هیچ مدرک واقعی ندارن و بیشتر از روی ترس و سوءظن ایجاد شده. برام بنویس کدوم بخش برات عجیب‌تر بود، تا حالا با این تئوری‌ها روبرو شده بودی و نظرت چیه؟ فصل 8، یهودیت و ثروت، واقعیت یا کلیشه. چرا میگن یهودی‌ها پولدارترین مردم دنیا هستن؟ یهودی‌ها همیشه به عنوان یکی از موفق‌ترین گروه‌های اقتصادی تو دنیا شناخته میشن. از مارک زاکربرگ تا سرگئی برین، کلی یهودی توی دنیای تکنولوژی و اقتصاد جهانی قدرت دارن. اما چرا؟ آیا یهودی‌ها یه راز مخفی برای پولدار شدن دارن؟ یک، تاریخ یهودی‌ها و تجارت. چون یهودی‌ها همیشه مجبور بودن مهاجرت کنن، مجبور شدن که تمرکز زیادی روی مهارت‌های مالی و آموزش مالی داشته باشن تا بتونن توی هر جایی که میرن موفق بشن. نتیجه چی شد؟ یهودی‌ها توی طول تاریخ یاد گرفتن که چطوری با پول و سرمایه‌گذاری کار کنن. دو، یهودیت و تفکر اقتصادی. یهودی‌ها از بچگی توی فرهنگشون با یه سری قوانین و آموزه‌های بزرگ میشن که موفقیت مالی رو تشویق میکنه. توی کتاب تلمود که یکی از مهمترین متون دینی یهودیاست، یه جمله معروفه: پول باید برای کار کردن استفاده بشه، نه برای نگهداری. دوباره میگم، پول باید برای کار کردن استفاده بشه، نه برای نگهداری. این یعنی یهودی‌ها از بچگی یاد میگیرن که پول نباید تو حساب بانکی خاک بخوره، بلکه باید سرمایه گذاری بشه. برعکس خیلی از فرهنگ‌ها که پس‌انداز کردن رو تشویق میکنن، یهودی‌ها بیشتر به سرمایه‌گذاری هوشمندانه و راه‌اندازی کسب و کار اعتقاد دارن. نتیجه، یهودی‌ها یاد میگیرن که پول باید کار کنه، نه اینکه فقط توی بانک بمونه. سه، نقش آموزش در موفقیت مالی یهودی‌ها. توی فرهنگ یهودی، آموزش و یادگیری یکی از مقدس‌ترین چیزاست. توی خانواده‌های یهودی تحصیلات مهمتر از هر چیز دیگه‌ایه. از بچگی بهشون یاد میدن که باید کسب و کار خودشون رو داشته باشن، نه اینکه فقط برای دیگران کار کنن. و نتیجه این موضوع چی میشه؟
یهودی‌ها معمولاً توی رشته‌های پردرآمد مثل پزشکی، حقوق، تکنولوژی و سرمایه‌گذاری موفقن. 4. شبکه‌های قوی اجتماعی و اقتصادی. یهودی‌ها توی دنیا یه شبکه خیلی قوی از ارتباطات دارن. این یعنی اگه یه یهودی یک کسب و کار را بندازه، احتمال داره که از همکیشان خودش حمایت مالی بگیره. این حمایت‌های گروهی باعث شده که یهودی‌ها توی خیلی از صنایع قدرتمند بشن. یهودی‌ها با کمک هم رشد میکنن و کمتر شکست میخورن. آیا یهودیت راهکار خاصی برای موفقیت مالی داره؟ بله. یهودیت یه سری اصول داره که باعث شده یهودی‌ها توی دنیای اقتصادی به طرز عجیبی موفق بشن. 1. اصل صداقت، کمک مالی هوشمند. یهودی‌ها معتقدند که بخشش باعث برکت میشه، ولی این بخشش یه تفاوت مهم داره. اونا به جای اینکه فقط صدقه بدن، به کسی پول میدن که بتونه باهاش یک کسب و کار را بندازه. یعنی به جای کمک نقدی یه فرصت اقتصادی ایجاد میکنن و نتیجهش این میشه که این جامعهشون همیشه در حال رشد اقتصادی باشه. 2. اصل بیتاچون، یعنی اعتماد به خدا و ریسک پذیری. توی فرهنگ یهودی ریسک کردن توی کسب و کار چیز بدی نیست. یهودی‌ها باور دارن که اگه یه ایده داری باید امتحانش کنی. این باعث شده که خیلی از استارتاپ‌های بزرگ دنیا توسط یهودی‌ها ساخته بشه و نتیجهش این شده که یهودی‌ها کارآفرینی رو به عنوان یه ارزش دینی به حساب بیارن. 3. اصل چوچما. سومین اصل چوچما یا همون حکمت تو سرمایه گذاریه. یهودی‌ها یاد میگیرن که چطور پول رو هوشمندانه مدیریت کنن. این یعنی فقط کار کردن مهم نیست، بلکه باید بدونی چطور پولت رو مدیریت کنی. یهودی‌ها یکی از بهترین سرمایه گذاران دنیا محسوب میشن. نقش یهودی‌ها در بزرگترین شرکت‌های جهان. همونطور که پیشترم بهش اشاره کردم، خیلی از بزرگترین برندهای دنیا توسط یهودی‌ها راه اندازی شده. دنیای تکنولوژی، فیسبوک، مارک زاکربرگ، گوگل، سرگئی برین و لری پیج، مایکروسافت، استیو بالمر، دل، مایکل دل. دنیای هالیوود و سرگرمی، دیزنی، برادران دیزنی، نتفلیکس، ریت هستینگز، برادران وارنر، هری، آلبرت، سام و جک وارنر. دنیای سرمایه‌گذاری اقتصادی، گلدمن ساکس یکی از معروفترین بانک‌های سرمایه‌گذاری جهانه که توسط یهودی‌ها پایه‌گذاری شده. روتشیلدها که یکی از قدرتمندترین خانواده‌های بانکی دنیا هستند. نتیجه اینه که یهودی‌ها توی تمام صنایع از تکنولوژی تا بانکداری و هالیوود حضور دارن. یهودی‌ها به خاطر تاریخشون یاد گرفتن که چطور با پول کار کنن و توی سرمایه‌گذاری موفق باشن. اونا یه سری اصول مالی دارن که باعث میشه توی کارآفرینی و سرمایه‌گذاری موفق باشن. خیلی از بزرگترین شرکت‌های دنیا توسط یهودی‌ها ساخته شده، چون اونا همیشه روی آموزش و شبکه‌سازی تمرکز دارن. حالا نظر تو چیه؟ فکر می‌کنی این استراتژی‌ها توی زندگی عادی هم جواب میده؟ فصل 9، یهودی شدن سخت‌تر از بقیه ادیانه. اگه یه روز صبح کسی از خواب بیدار بشه و بگه خب از امروز من یه یهودیم، باید بدونی که یهودیت اصلا اینجوری کار نمیکنه. برخلاف مسیحیت اسلام که پذیرش توی اونها فقط نیاز به گفتن یه جمله داره، یهودی شدن یکی از سخت‌ترین کارهای دینی دنیا محسوب میشه. اما چرا یهودی شدن اینقدر سخت گرفته میشه؟ یک، یهودیت یه دین تبلیغی نیست. برعکس مسیحیت و اسلام که کلیسا و مسجد دنبال گسترش دینشه، یهودیت هیچ نیازی به جذب پیرو جدید نداره. دین یهود مخصوص یک قوم خاصه، نه یه دین جهانیه. یهودی‌ها باور دارن که خدا با قوم بنی اسرائیل پیمان بسته، پس یهودی شدن یه جورایی ورود به یه خانواده بسته است. یه جمله معروف توی یهودیت هست که میگه برای رسیدن به خدا نیازی نیست که یهودی بشی. پس یهودیت برخلاف مسیحیت و اسلام دنبال افزایش تعداد پیرواش نیست. 2، قوانین سختگیرانه برای پذیرش افراد جدید. اگه با وجود تمام سختی ها کسی تصمیم بگیره که یهودی بشه، باید این مراحل رو طی کنه. 1، پیدا کردن یه خاخام معتبر. خاخام که همون روحانی یهودیه، باید ببینی که آیا تو واقعا انگیزه یهودی شدن رو داری یا کنجکاوی. معمولا خاخام ها 3 بار اول فرد رو رد میکنن، چون باور دارن که اگر کسی واقعا قصد یهودی شدن داشته باشه دوباره و دوباره برمیگرده.
اگر خاخام قبول کنه که کسی واقعا میخواد یهودی بشه، باید حداقل 1 تا 2 سال آموزش ببینه. باید عبری یاد بگیره، چون بیشتر متون دینی یهودی به این زبانه. باید قوانین یهودی رو کاملا یاد بگیره، مثل قوانین قضا، قوانین شباط و مابقی قوانین. چرا که یهودی شدن یه تغییر کامل سبک زندگیه. 3 امتحان گرفتن. بعد از یک دوره طولانی، یک گروه از خاخام‌ها از اون فرد امتحان میگیرن. این آزمون شامل سوالاتی در مورد الهیات، تاریخ، قوانین یهود و حتی مهارت‌های زندگی یهود میشه. حالا اگر کسی قبول بشه، وارد مرحله نهایی میشه. مرحله نهایی غسل میکو و ختنه شدن برای مردهاست. غسل میکو یه جورایی مثل غسل تعمید مسیحی هست، ولی فقط یه حموم ساده نیست. توی این غسل فرد باید کاملا زیر آب بره تا از نظر دینی پاک بشه و به طور رسمی یهودی به حساب بیاد. نقش مادر در یهودیت و چرا فرزند مادر یهودی محسوب میشه. یکی از عجیبترین قوانین یهودیت اینه که یهودی بودن فقط از طریق مادر منتقل میشه. قانون مادر یهودی چیه؟ اگه مادر یه نفر یهودی باشه، بچه‌ش هم یهودیه، حتی اگه پدرش یهودی نباشه. اما اگر پدر یهودی باشه ولی مادر نه، بچه یهودی محسوب نمیشه. این قانون یکی از قدیمی‌ترین قوانین یهودی است و هزاران ساله که اجرا میشه. 2. چرا یهودیت از طریق مادر منتقل میشه؟ 2 تا دلیل اصلی داره. 1. قطعیت نسبت مادری. توی زمانهای قدیم همیشه مشخص بود که مادر یه بچه کیه، ولی پدر نه. به خاطر همین یهودی‌ها تصمیم گرفتند که مادر رو ملاک قرار بدن، چون همیشه مشخصه که کی مادر واقعیه. 2. امنیت جامعه یهودی. یهودیت همیشه یه دین بسته بوده و با این قانون تونسته یهودیای واقعی رو از بقیه تشخیص بدن. نتیجه چیه؟ اینه که اگه مادر کسی یهودی نباشه، یهودی محسوب نمیشه، حتی اگر پدرش خاخام اعظم باشه. فصل 10. آینده یهودیت چیه؟ آیا یهودیت داره کمرنگ میشه؟ یهودیت یکی از قدیمی‌ترین ادیان جهانه، اما آیا در دنیای امروز همچنان پررنگه یا داره کمرنگ میشه؟ بیایید با یه حقیقت شروع کنیم. یهود در طول تاریخ بارها در خطر نابودی قرار گرفته، از بردگی در مصر گرفته تا جنگ‌های صلیبی و هولوکاست، اما همیشه تونسته زنده بمونه. امروز بزرگترین چالش یهود این نیست که کسی میخواد اونو نابود کنه، بلکه اینه که خیلی از یهودی‌ها خودشون دارن از دین فاصله میگیرن. اما چرا؟ 1. ازدواج با افراد غیر یهودی. یکی از اصلی ترین دلایل کمرنگ شدن یهودیت ازدواج مختلط. امروزه مخصوصا در آمریکا و اروپا خیلی از یهودی‌ها با افرادی از ادیان دیگه ازدواج میکنن. طبق آمار بیش از 50% یهودیای آمریکا با افراد غیر یهودی ازدواج کردن. اما مشکل چیه؟ طبق قوانین یهود اگه مادر یهودی نباشه، فرزند یهودی محسوب نمیشه. این یعنی هر نسل که بگذره یهودی‌های کمتری باقی میمونن. 2. سکولاریسم و کاهش باورهای دینی. دنیای امروز داره سریع سکولارتر میشه. یهودی‌های جوان دیگه مثل نسل‌های قدیم به دین پایبند نیستن. خیلی‌ها به جای رفتن به کنیسه به استارتاپ و شبکه‌های اجتماعی علاقه دارن. یهودیت مخصوصا در بین نسل‌های جدید داره کمرنگ‌تر میشه. اما چالش‌های یهودی‌ها تو دنیای مدرن. خب یهودیت برای زنده موندن تو دنیای مدرن چه چالش‌هایی داره؟ 1. حفظ هویت در دنیای جهانی شده. امروزه آدم‌ها توی دنیای زندگی میکنن که مرزهای فرهنگی در حال محو شدنه. یهودی‌ها چجوری میتونن هم یهودی بمونن و هم توی جامعه جهانی ادغام بشن؟ برای مثال یهودی‌های زیادی توی سیلیکون ولی کار میکنن، ولی چطور میتونن قوانین سختگیرانه یهودیت رو حفظ کنن؟ یهودی‌های مدرن دارن دنبال راههایی میگردن که هم سنتی بمونن، هم توی دنیای مدرن جا داشته باشن. 2. قوانین سنتی در مقابل تکنولوژی. یهودیت قوانین سختی در مورد استفاده از تکنولوژی داره. مثلا توی شابات که شنبه مقدسه، یهودیان نباید هیچ کاری انجام بدن، حتی روشن کردن برق یا استفاده از موبایل. اما توی دنیای دیجیتال چطور میشه یهودی موند وقتی زندگی روزمره با تکنولوژی گره خورده؟ جالبه که بعضی از یهودیای ارتدوکس دکمه‌های خاصی ساختن که به صورت خودکار چراغ رو روشن کنه، بدون اینکه خودشون دکمه رو فشار بدن. یهودیت در اصل تکنولوژی و هوش مصنوعی.
خب یهودیت چجوری داره با پیشرفت تکنولوژی کنار میاد؟ هوش مصنوعی میتونه خاخام بشه؟ یه سوال عجیب. اگه هوش مصنوعی بتونه تمام قوانین یهودیت رو یاد بگیره، آیا میتونه جایگزین خاخاما بشه؟ بعضی از یهودی‌ها میگن که هوش مصنوعی میتونه توی آموزش و پاسخ به سوالات دینی کمک کنه، اما بعضی معتقدن که هیچ وقت نمیتونه جایگزین دانش معنوی یه انسان بشه. شابات و تکنولوژی. یهودی‌ها نباید توی شابات کار کنن، اما ربات‌ها که مشکلی ندارن. بعضی از یهودی‌ها ربات‌هایی طراحی کردن که توی شابات کار کنه و کارهای اونا رو انجام بده بدون اینکه خودشون کار کنن. دنیای مجازی و هویت یهودی‌ها. امروزه خیلی از یهودی‌ها دارن توی دنیای دیجیتال از یوتیوب و اینستاگرام گرفته تا متاورس فعالیت میکنن. اما چجوری میتونن هم یهودی باقی بمونن هم توی این دنیای جدید جا بیفتن؟ نتیجه گیری: یهودیت زنده میمونه یا کمرنگ میشه؟ چالش های زیادی داره، ولی یهودیت همیشه توی تاریخ خودش رو با شرایط جدید وفق داده. نسل‌های جدید ممکنه خیلی مذهبی نباشن، اما یه هویت فرهنگی قوی دارن که باعث میشه یهودیت زنده بمونه. تکنولوژی یه تهدیده، ولی یه فرصت هم هست. خیلی از یهودی‌ها دارن از هوش مصنوعی و فضای مجازی استفاده میکنن تا دینشون رو زنده نگه دارن. پس جواب کوتاه اینه که یهودیت شاید تغییر کنه، ولی نابود نمیشه. نظر تو چیه؟ فکر میکنی ادیان سنتی میتونن توی عصر تکنولوژی زنده بمونن؟ جمع‌بندی: با همه این مطالبی که گفته شد، یه نکته مهم موند که لازمه بهش اشاره کنم. اونم ارتباط حاکمای سیاسی اسرائیل تو جهان امروزه که توی رسانه‌های مختلف در موردش صحبت میشه و رویدادهایی که مربوط به اونها و فلسطین میشه. اما همونطور که گفتم، مطلب من در مورد توضیح بسیط و ساده ولی کامل از این دین برای آشنایی با همه زوایای این دینه، نه در مورد اخبار اسرائیل که هر کسی علاقمند اون موضوع میتونه از خبرگزاری اونا رو دنبال. بگذاریم. حالا که تا اینجا اومدی، تو چی فکر میکنی؟ آیا یهودیت هنوزم مثل گذشته قدرتمنده؟ اگه میخوای درباره ادیان دیگه هم بدونی، حتما برام بنویس.